تو کل اروپا یه شهر پیدا نمی‌کنی به نظافت و تمیزی اصفهان. اینا که خارج رفته بودن مثلا برمیگشتن ایران به ما گفته بودن که اگر که تو پاریس کسی روی زمین توف بکنه 15 یورو جریمه شه. انقدر خیابونا تمیزه که کسی خودش خجالت میکشه سیگارش رو زمین بندازه. بعدن که من اومدم اروپا پیش خودم این ذهنیت درست شده بود. خب وقتی که یکی توف میکنه 15 یورو جریمه شه، بعد دزد و قاتل و جنایتکار و اینا هم نمیتونه داشته باشه. وقتی در مورد توف کردن سیگار کشیدن اینقدر مردم مقیدن. بعد رفتم دوسلدورف، یه دونه خیابون داره به نام خیابون شاه، کونیکس آله میگن. این دیگه یکی از لاکچری ترین خیابون چیزه، مثلا ونک و تدریشه، یه همچین کلاسی داره. بعد انقدر تو این خیابون آدامس خورده بودن، مردم انداخته بودن، همینجور رو زمین شما آدامس میدیدی، سفید 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 بغل هم. یعنی شما رو آدامس راه میرفتی، نه رو سنگ فرش. سگاشون هم میوردن بیرون، سگاشون گوشه خم تو خیابون، بر نسبت شما که میشنوی سگ ردیف. بعد رفیق من گفت قشنگه اینجا. گفتم اینجا چیه؟ من غیر سگ آدامس هیچ چیزی نمیبینم. چیش قشنگه؟ من